الان که دارم این ویدیو رو میگیرم ساعت تقریبا 2:17 سه‌شنبه است. من هاکورام و این قراره اینترو اولین ویدیو یوتیوب من باشه. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy, it's all right. گرفتم توی ویدیو اول یه توضیح کلی در مورد اینکه چرا دارم ویدیو گرفتن رو شروع میکنم بدم. هدف اصلی من مبارزه با کمالگراییه که درونمه. دوست ندارم بیشتر از این رشد کنه و دوست دارم حتی تضعیفش کنم. پس دارم تلاش میکنم یه چیز جدید رو که دوستش دارم، یعنی از قدیم با من بوده، شروعش کنم. موضوع اصلی چنل قراره در مورد slice of life باشه یا یک بخش از زندگی. دوست دارم اون لحظه هایی که احساس میکنم کمی متفاوت تر از بقیه‌ان رو اونطوری که میخوام و اونطوری که خودم احساسش کردم ویدیو بگیرم و اینجا به نمایش بذارم. امیدوارم اون چیزی بشه که میخوام. براش تلاش میکنم، اما هیچ قولی نمیدم چون یه چیز جدیده و تازه دارم شروعش میکنم و میخوام اینقدر تمرین کنم تا اون چیزی که میخوام بشه و بالاخره یه روزی بتونم اون احساساتی که درونم هست رو تا یک جایی توی ویدیوهام بروز بدم. در نتیجه تکرار میکنم، من هاکورام و این قرار اولین ویدیو یوتیوب من باشه. یه چیزی جامون که من تصمیم گرفتم توی این ویدیو بگم و اضافهش کنم به ویدیو قبلی. من در انتهای هر ویدیو یه فیلم معرفی میکنم که با هم بشینیم نگاه کنیم و تا ویدیوی بعدی میتونید در هر نظری که راجع به اون فیلم داشتید توی کامنت های این ویدیو بذارید و بهم بگید که چه ایده‌ای داشتید. من میخونمشون و تو ویدیو بعدی میام نظر خودم رو میگم، یا هم همونجور جواب کامنتاتون رو میدم و با هم کانکشن خواهیم داشت. من نه خودم رو یک آدم فیلم باز میدونم، نه منتقد فیلمم، هیچ داستان نیست. من فقط فیلمایی که دوست دارم رو بدون توجه به IMDb یا اسکوری که دارن، امتیازی که مردم بهشون، عموم مردم بعد از تماشا بهشون دادن، میشینم اون فیلم رو تماشا میکنم. یا از پوسترش خوشم میاد، یا از داستانش، یا یک کاراکتری داره که خوشم میاد، یا بالاخره یه جوریه که دوست دارم ببینمش. برای این ویدیو و برای این بار، چون این مدت نشستم بیبی گرل نیکول کیدمن دیدم و این شکلی بودم که از یه جایی به بعد فیلم اصلا استاپ زدم و ندیدم بقیه‌شو. اما هم برای این که به خودم و هم برای این که به بقیه‌ای که نیکول کیدمن رو با این فیلم به عنوان عاشقانه شناختم، با وجود اینکه عاشقانه های زیادی بازی کرده maybe، برای این هفته میخوام فیلم کولد مانتینش رو پیشنهاد بدم، چون که خیلی خیلی دوستش دارم. کولد مانتین یا همون کوهستان سرد که یه خورده قدیمیه ولی خب خیلی قشنگه. حالا این فیلم این هفته است، اگر دوست داشتید میتونید ببینید و تا آپلود ویدیوی بعدی هر نظری که داشتید رو توی کامنت های این ویدیو بذارید. من اول کارم یه ذره نروسم، ممکنه اونجوری که باید نتونم خیلی درست حسابی جمع جور کنم ویدیو خودم رو در بیان احساساتم، ولی دارم برش تلاش میکنم. اگه همکاری کنید با هم، یعنی همکاری که نه
اگر همراه بشید با هم یه چیز خیلی خوشحال کننده برام میشه. پس خیلی خیلی منتظر این هستم که بشینیم با هم ببینیمش و توی آپلود بعدی حتما نظرم رو بگم و بریم سراغ فیلم بعدی. فعلا